بیشتر به موضوع دسترسی به اطلاعات دست دارد و ضمن طلبات این پروتکل باید همه اطلاعات رسمی از جانب وزارت اداره ها و مقامات حکومتی دولتی از طریق خبرگزاری دولتی خبر پهن گردد. وقتی که این خبر اول نشانش ها پیدا شدند، همه گفتند که یگان نشان سپارشی رسمی نیست، این فقط خواهش راهبری خاور بود و دیرکتور نوتعیین خاور زلالدین قاسمی نیست. این را در صحبت با وسایل اخبار آمد تایید کرد و گفت این فقط خواهشی ما بود، یگان وجود رسمی یا سپارشی رسمی نیست. ولی متاسفانه بعد از 2 هفته این پروتکل دسترس روزنامه‌نگاران گردید و در آنجا سپارش هم به یابنچی پرزیدنت با مسائل اجتماعی و اطلاعات و هم دیگر میانها سپارش شده بود که باید حتما این سپارش اجرا کرده، یعنی اطلاعات رسمی باید از طریق خبر پهن گردد. ما از اول از روزی که این چیز پیدا شد هم از جانب ژورنالیست‌ها هم از جانب شورای وسایل اخبار عامه هم از جانب ننسمی تاکید کردیم که این نقض حقوق رسانه‌ها است، زیرا با این پروتکل تمام دستاوردهایی که در ساحه دسترسی به اطلاعات در پاکستان در 5 سال اخیر به دست آمده بودند ما به نیستی میبریم. زیرا این پروتکل خلاف معیارهای کنستیتوسیونی و معیارهای قانونگذاری ساحه است و همزمان این پروتکل برخلاف 7 پونت کنسپتی که در اینجا معتز سیدنورد آمد ذکر کردن، کنسپتی امنیت اطلاعاتی است. یعنی به 7 پونت این کنسپت خلافت بگذارد امنیت سپارش که روی ما باید همه اطلاعات رسمی را از طریق خبر می‌کنیم. من خودم در خبر 5 سال به عنوان رئیس کار کردم و می‌دانم که این در نظامنامه خبر یک معیار هست، معیار مربوط به اطلاع رسمی، یعنی از سفرهای پرزیدنت، قرار و قانون‌ها و دیگر چیزها که در پونت 5 نظامنامه خبر آمده است. یعنی این خبرگزاری همچون مقام اطلاعاتی دولتی حقوق استثنایی پهن نمودن اطلاعات رسمی و اسناد مربوط به فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان و همزمان شرح رسمی دادن را و آنها، یعنی همچون خبرگزاری رسمی این حقوق استثنایی خبر است. متاسفانه و شاید مقصد هم این بود که با یک اصول امردهی میخواستن مقام خبر را بالا برند. در فضای اطلاعاتی همه سوبیکت‌ها حقوق برابر دارند و نباید یک سوبیکت اطلاعاتی از دیگر سوبیکت‌ها اصلیت بیشتری داشته باشد و مشکل خبر مقام حقوقی او نیست، مشکل در منیجمنت، در اداره خبر است و باید در این سمت کار کنند، نه اینکه با هر راه موقع خود را در فضای اطلاعاتی پیدا کنند. البته ما بر این نظر و موقع ما است که از بس که این پیدا شدن این پروتکل باعث نگرانی جامعه روزنامه‌نگاری شد با 2 سبب. یک سببش می‌خواستند این پروتکل را پنهانی عملی کنند، سبب دویمش بعدی آشکار شدنش هم نمی‌خواهند که کمبودی خودشان را اعتراف کنند و آن را اصلاح کنند. من گمان می‌کنم که دسترسی به اطلاعات این یک تهدید به امنیت، نه فقط امنیت جامعه بلکه امنیت اطلاعاتی هم نیست، بلکه واسطه‌های اخبار عامه مستقل می‌توانند همچون گرد صلح و ثبات خدمت کنند در صورتی که حکومت جمهوری تاجیکستان
مقام این رسانه ها را اعتراف نه فقط رسما بلکه حقیقتا اعتراف کنند و در همکاری در برابر رسانه‌های دولتی با آنها مناسبت کنند. زیرا اعتراف کردن موجودیت و حقوق رسانه‌های مستقل ضعف نه بلکه قوه یا نیرو برای حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌یابد. همزمان میخواهم تاکید کنم که وسایل اخبار عمومی مستقل در پاکستان رسانه‌های مستقل در شرایط خیلی دشوار امروز کار و فعالیت دارند، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه سیاسی. از نگاه اقتصادی امروز بنابر بحران اقتصادی تعداد نشر اکثر نشریه‌های پاکستان از 20 تا 30% پایین رفته است و همزمان درآمد از اعلان رکلام نیز خیلی اختصاص شده است که بعضی این رسانه‌ها را خیلی دشوار گردانده است. از نگاه دیگر آن قضیه‌های سودی که در فضای اطلاعاتی امروز پیدا شدند نوبسته از نتیجه آنها و بلند شدن سطح خودسنزوری در خلق ژورنالیست و روزنامه‌نگاران مصاحبه می‌کنند. موافق معلوماتی که ما در دست داریم این سال 4 قضیه سودی نسبت به وسایل اخبار عمومی مستقل در سودها مورد بررسی قرار گرفت. از آن دو تا فایده وسایل اخبار عمومی دو تا دیگرش و ضرر آنها انجام یافت، ولی نوبسته از نتیجه ما مطمئن هستیم که تعقیبات سودی و دیگر تعقیباتی که نسبت به وسایل اخبار عمومی مستقل و روزنامه‌نگاران صورت می‌گیرد بر ضرر جامعه است. می‌خواستم همزمان چند توصیه‌ای که برای بهتر شدن وضع آزادی بیان در پاکستان مصاحبت خواهم کرد برای شما ارائه دارم. این پیش از همه ما مطمئنیم که باید قرار پروتکل جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان در قسمت محدودیت ایجاد کردنش و دسترسی به سرچشمه‌های اطلاعات رسمی باید بیکار کرده شود. همزمان دسترسی برابر تمام وسایل اخبار عامه و سرچشمه مملکتشان باید به سرچشمه‌های اطلاعات رسمی تامین کرده شود. به خاطر پیشرفت آزادی بیان در تاجیکستان موافق مقصد است اگر ما ترتیبات غیر قانونی وسایل اخبار عامه را یعنی ترتیبات سودی و دیگر نمونه ترتیبات نسبت به وسایل اخبار عامه محکوم کنیم و به آن را کنیم و همزمان بنابر بحران اقتصادی بسیار خوب بشد از جانب دولت و از جانب سازمان‌های بین‌المللی و وسایل اخبار عامه مثلا وسایل اخبار عامه مستقل کمک‌های تکنیکی پیشنهاد کرده شود تا که آنها توانند از این بحران برون